اگه تو آسمون خونتون رنگین کمون ببینی چیکار میکنی؟ آیا ازش فرار میکنی؟ میترسی؟ انتقادش میکنی؟ میگی این رنگو دوست دارم اونو دوست ندارم؟ همینو میخوام برگردونیم راجع به احساساتمون. خیلی وقتا ماها به احساساتمون جوریم، نه اینکه من خشمگینم که خیلی بده، اینکه اصلا دوست ندارم غمگین باشم، دوست ندارم گریه کنم، خانم دکتر گریه نشونه ضعفه، اینکه احساس شرم میکنم و این بده که من دچار شرمم. وقتی شما با احساساتتون قضاوتگرانه برخورد میکنین، نادیدش میگیرین، سرکوبش میکنین، ازش میترسین یا شرمگین میشین، اتفاقی که میفته اینه که مضطرب میشین، افسرده‌این، وسواس دارین، نشخوار فکری دارین. حالا یا اینا رو به تنهایی دارین باهاش دست و پنجه نرم میکنین، یا با این کوله بار مشکلات میایین تو اتاق درمان. و اتفاقی که تو اتاق درمان میفته اینه که ما بهتون کمک میکنیم توجهتون به احساساتتون مثل رنگین کمون باشه. یاد بگیرین ترکیب احساسات خوشایند و ناخوشاینده که به شما کمک میکنه حال بهتری داشته باشین و بتونین تو زندگی برای خودتون نتایج دلخواهتون رو رقم بزنین.